شاهان را دو چیز در این دنیا روسیه و در آخرت شرمسار می سازد: مدح مداحان و سکوت صالحان. به نام الله بخشنده و مهربان. سلام و صلات و صلوات بر جناب رسول الله خاتم النبیین، پیامبر دین مبین اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و در نهایت ادب برای یکایک شما برادران و خواهران عزیز، دوستان گرامی قدرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم. حمد و ثنا بر خدای پاک را میگویم که برای ما و شما نصیب گردانید که در این روز سعید و مبارک جمعه باز هم در صحبت باشیم و امید از خداوند دارم که برای ما و شما در این روز اجر و ثواب زیادی را نصیب میگرداند و از شفاعت این روز ما و شما را با بهره میگرداند. امروز نیز خواستم یک قصه را برای شما بیان دارم. قصه ای که چندین سال پیش شنیده بودم و امروز گمان میکنم که به درد بسیاری از مردم جامعه ما میرسد، در صورتی که اگر از آن درس عبرت بگیریم امید از خداوند است که ما و شما از راه گمراهی و ضلالت میرهیم و البته کی میداند بازم شاید یگان نفر دیگر را هم برای راست هدایت میکنیم. شما فرعون کی است میدانید؟ همان یک مخلوق خداوند، آفریده خدا، که از مغروری و گمراهی چون به دولت و ثروت یار گشت خدا بیخبر شد، خدا را فراموش کرد و از آن مدح و مداحی مردم آنچنان مست و مخمور گشت که خود را خدای عالمیان اعلان کرد. نوابسته به همه این گمراهیش پروردگار یکتای عالم به این آفریده پرعصیانش امکان داد، شرایط فراهم آورد، رسول را نزدش فرستاد تا به راه راست برگردد، تا خانه آخرت خیش را آباد کند. ولی هیهات، چنان بزرگان ما میگویند تربیت نااهل را چون گردکان در گنبد است. درختی که تلخش بود گوهرا، اگر چرب و شیرین دهی مرورا، همان میوه تلخ آرد پدید، از او چرب و شیرین نخواهی مزید. این قسم درباره انا همین است. میگویند بعد از آنی که فرعون از عالم درگذشت، بعد از چند روزه به خواب یکی از دوستان دیرینش که در ایام نورسی با او هم نشین بود می درآید. فرعون با آن دوست ایام نورسیش خطاب کرده و می گوید من تا به روز قیامت از تو دامنگیر خواهم بود. آن دوست ایام کودکیش در حیرت می ماند که چی گناهی کردم که از من دامنگیر می شوی؟ از گناه های خیش نه؟ از آنه که مغرور شده از حاکمیت و از دولت و از ثروت و غناوتت؟ از آن نه؟ از آنه که خود را خدای آدمان اعلان کرده؟ از آن نه؟ ولی از یک دوست ایام نورسیت دامنگیری. چرا؟ اینجا میگویند فرعون به یاد آن دوستش میرساند که یاد داری که ما و تو در جایهای نشسته و صحبت میکردیم، یاد داری که ما و تو هم بازی میکردیم، یاد داری که من هم به مثل تو یک بنده عادی بودم، یاد داری که رحم و شفقت در دل من هم بود، یاد داری که من هم خیر و سخاوت را در روزگارم عملی میکردم، یاد داری که من هم وقتی که کسی را میدیدم نیازمند از کمکش میکردم. میگوید بله. ولی از چی میگوید که تو آهسته آهسته از من دور شدی، دیگر نتوانستی با من باشی؟ آن دوست ایام کودکیش به فرعون میگوید چون بدیدم که آهسته آهسته دولت و ثروتت زیاد شد،
چون بدیدم که در اطرافت افراد جمع آمدند که دیگر وسواست میکنند، نخواستم میان آنها باشم. نخواستم از آن گمراهی که تو به آن روانه هستی به من هم تأثیر کند. این خصلت را شما در بعضی از مردم فاضل امروز هم دیده می توانید. وقتی که یکی از دوستانشان به مقام و مرتبه می رسند، افراد فاضل خود را از آنها دورتر می گیرند. به چه خاطر؟ به خاطر که مبادا لقمه حرام در روزگارشان باعث به یک گمراهی شود، باعث به یک جرم شود، باعث به یک گناه شود در پیشگاه خداوند. و فرعون این را شنیده و خطاب میکند: انا همین است که من دامنگیر تو هستم. اگر در بر من میبودی، شاید من اینقدر گمراه نمی بودم. شاید من اینقدر به وسوسه شیطانهای آدم صورت داده نمی شدم. و در آن خواب میگویند فرعون با دوستش خطاب میکند و میگوید: دو چیزی بود که مرا در این دنیا روسیه و در آخرت شرمسار گردانید و دوزخی هم ساخت. اول اینکه مدح مداحان بود و دوم این سکوت صالحان. وقتی که تو دیدی که مرا به حد بر دروغ توصیف میکنند، مرا به حد بر دروغ شاه شاهان و خدای آدمانم میخوانند، همچون دوست مرا از این راه نگردانیدی. و همان خاموشی تو این سکوت صالحان بود. در برابر تو مردم فاضل، مردم صالح زیاد بودند، ولی کسی به من نگفت که در سرگه از این ره بگرد. چون آهسته آهسته مغرور شدم، دیگر آمدن پیامبر خدا هم در نظرم ننمود. چون سخن یک نفر کجا می ایستد و سخن هزارها نفر که تو را شاه شاهان و خدای آدمان اعلان می کنند. فرعون تأکید بر آن کرد که در سرگه ظلم باید مردم را از صادر کردن ظلم بدارید، باز بدارید. راه گمراهی را برایشان نشان دید که این راه گمراهی است و راه بازگشت به سوی خداوند کدام است. این سخن مانده میگویند از آن دوست دوران نورسی فرعون که گفته: شاهان را دو چیز در این دنیا روسیه و در آخرت شرمسار می سازد: مدح مداحان و سکوت صالحان. پس عزیزان دلم، کوشش کنید که در هدایت کردن برادران و خواهران خود، آنهایی که به زینه‌های آهسته آهسته قدم نهاده و دولت و ثروت یارشان می شود، سهمگزار باشید. چون خداوند برای هر یک ما و شما امر کرده: امر کنید بر معروف و نهی کنید از منکر. این وظیفه ایمانی هر یک مسلمان است. با امید آنه که شما هم فلسفه این یک قصه را درست درک کرده اید، با شما خداحافظی میکنم. امید از خداوند دارم که در نمازهایتان دعا کردن را در حق ما برادر و خواهرانتان فراموش نمیکنید. چون یکی از وظیفه‌های دیگری مسلمانان این دعا کردن در حق مسلمان دیگر است. در حق ما هم دعا کنید. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کند. از آن راه گمراهی و ضلالتی که در آن قرار داریم، ما و شما را برای راست هدایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.